سلام بچه‌ها، مخلصم و چاکرم. خوش اومدین به چنل خودتون بچه‌های خفن مفن چنل. توی این قسمت یک برنامه‌ای داریم. یه بلاگر و یوتیوبر ایرانی هستن که اومدن به تاجیکستان دوشنبه و به قلعه خوجند سر میزنن و با هم دیگه رفتن و کیف کردن اونا و قیمت میپرسن. داخل قلعه خوجند رو نشون میدن و با کسایی که اون داخل هستن صحبت میکنن و اینا. خیلی جالب و قشنگ شده. از نظر من که ندیدم، دفعه اول دیدم، خیلی خوشم اومد. گفتم که ریاکشن بگیریم و شما هم ببینید. لایک و کامنت استاب یادتون نره بچه‌ها، برید و ببینید تا سر نشده. Let's go. خب امروز اومدیم به ارگ شهر خوجند. شهر خوجند در امتداد رود خوجند سیحون واقع شده، همون سیر دریا، و همینطور روی مسیر جاده ابریشم بوده. و این ارگ که امروز خواهیم دید در تجارت و همینطور از نظر نظامی نقش بسیار بزرگی رو داشته در تاریخ. قدمتش به 2500 سال پیش میرسه. این ارگ البته امروز بازسازی شده. بریم و ببینیم این ارگ زیبا رو. خب این ورودی ارگ. به به چه بزرگه. کوها که از پشتش نمایان هست. این داخلش به این بزرگی. پشت این ارگ رودخانه سیر دریا یا خدا خیلی گنده است. او توی همون ارگ فروشگاه هم هست انگار. اینجا فروشگاه فکر کنم. کلاه مردون تاجیکی، فرش فروشی. او چه فرش خوشگلی. اینجا باز لباسای تاجیکی. او بسیار زیبا. چه خوشگل و چه رنگایی. او این بنفش دل منو برد. خیلی خوشگله. او اینو نگاه کن، پشتیشو همه عالیه. بقصب اینها آدرس، اینها بقصب اینها آدرس، اینها زنانه، اینها مردانه. خب الان داری نمیدونی چه کلاه خوشگلی داری. همین الان میدوزه. نامش قلنفور میگه. قلنفور نامش درنشان تخمش بسیار هم زیان نمیرسد هم چیش نمیرسد. فهمیدم. بله. سانی با رسمی انار میکنیم. انار باشد اگر پر فیض و برکت میبیارد. فیض و برکت. درنشانده دانه ها بسیار خوب. انار رو پیرنش نقش انار بود. این مغازه هم ساز میفروشن. آره بستنش. خب اینجا میگه هاستل. اسم این هاستل چیه؟ سلام علیکم. هاستل قلعه خوجند. قلعه خوجند. هاستل قلعه خوجند. برای یک نفر چند سامان؟ یک کس 100 سامان، ولی اتاق مشترک. در حجره عمومی 8 کس جا میشه. 8 کس 100 سامان. یک کس 100 سامان. این برای کسی که مجرد باشه. 3 کس علامت کراوات هست. 3 کس چند؟ 360 اگه تو اتاق 3 کس باشه. اگه 3 نفره هستید. ولی اون اتاق 8 نفره ارزان ترینه که 100 سامان در میاد، یعنی $10 آمریکا. و اتاق عائلوی یعنی خانوادگی 400 سامان. میشه این رو به من نشون بدید؟ ممنون هستم. خوبی اینه که دید داره به قلعه خوجند. اینجا آشپزخانه مشترک است. بسیار خوب. اینجا آشپزخانه عمومیه. توی همون قلعه هتل هم هست. خیلی خوبه. یعنی مهمان پذیر. توی همون قلعه هاستل باشم حتما به اینجا میام. این اتاق 2 نفرش هست که برای خانوادگی در واقع 400 سامان. البته صبحانه نداره ولی بسیار زیباست. بسیار زیبا. ببین چه طرحی داره سقفشو. اتاق هم بسیار گرمه، خیلی خوبه. در این فصل پاییز میز ناهارخوری یه 2 نفره داره، یه تک نفره. و اینجا هم که کمد و تلویزیون و اینجا هم دستشویی خصوصی داره. بسیار تمیز و قشنگ. چه شیک. لایک. بله اینجا میشه لایک در پارسا. خیلی خوشگله. فضای داخلیشو دید. واو خیلی خوشگله داخلش. بی نظیره بچه ها. چه بزرگی. انگار مثل حرم امام رضا دراش بزرگ است. یا خدا
چقدر دراش کلفته، نگاه کن پهناشو. مسجده؟ داخلش مسجده این؟ کوزه قدیمی. ببینیم چی نوشته، بیا بخونیمش. نوشته خم. این بهش میگن خم، یعنی یه کوزه قدیمی. 4 تا 6 قبل همون از خمره دیگه. بسیار خوب، بسیار زیباست. واو very nice. اینجاست دستاوردهای تاجیکستان. واو هم که سقفشه بسیار. اینجا صنعتی گچکاری هاش. خب این هم نمای بیرونی همین ساختمانی که درش بودیم. بسیار زیبا. مثل حافظیه هم هستش. حافظیه ما تو شیراز روی قبر حافظ یه همچین تندیسی داریم، همچین مقبره‌ای داره. واو اینجا جوی آبی روانه، چقدر زیبا. بی‌نظیره. very good everybody like. خمره ها رو میبینیم که از خاک بیرون زدن که مربوط میشن به قرن 5 و 6 پیش از میلاد. در بعضی از این حجره ها هنرمندان کار میکنن. اینا رو کنار هم گذاشتن و یک طرح اینطوری چنینی در میاد. به شدت خوشگله توی این مقبره، توی همین ارگ. خیلی خوشگله بچه‌ها، یعنی واقعا واجب شد که ما بیایم. خیلی دلمو برد، خیلی خوشگله، بسیار زیباست. من که تکه وای قشنگه آبتین؟ قشنگه. اوه تو قهرم تا به قیامت. شعرهای فارسی هم میخونن توش. تو قهرم تا به قیامت. تو بروری مرا عشق هستی. این آهنگا ایرانی هم میخونن. بستی تو بیا چقدر قشنگه. بری اونجا وسط سازم میزنن میخونن، بی نظیره. بردی به سلامت دلمو کشتی به خجالت، دیگه حرفی نباشه با تو قهرم تا به قیامت. قهرم تا به تشکر. بی نظیره. everybody nice very nice. بله بسیار زیبا. این دلم دیوانه شد با منو بیگانه شد. وقتی بر خانه ایمان گوشه مای خانه شد. گدای تو بی وفایی بی جمالت مینایی بی شبیبانه تو بی مال. چقدر قشنگه. هر جادم برام دادم چیکی آدمو بودم نه. وای من آمده ام عشق فریاد کند. من آمده ام که ناز بنیاد کنم. من آمده ام وای اوه دمش گرم. تو دست من دامن تو جایی برویم هر دو بیما. خیلی قشنگه بچه‌ها. تو اختراع کرده بودم 2009. شما اختار کرد. میشه یک بار دیگه اون رو ازتون خواهش کنم بزنید یکم؟ به موضوعم نه. این میگه من این سازو برامات همش برام خودم ابداع کردم، اختراع کردم. نه نه چی اسمش؟ شبیه همون ایزی ستاره پنجه دیگه.
چقدر حرفه‌ای. لیلی 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 جان 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 دلی من کردی ویران فلک اشلق نامدی وای وای من کشتی به ارمان. این چیه بچه ها؟ این فکر کنم ساز اصلی و قدیمی تاجیکستانه که چون دسته بلند داره و خودش این من توی این فیلم‌های قدیمی من دیدم این سکانس ها، این صحنه های اینجوری ساز این مدلی ها رو. چقدر قشنگ میزنه، چقدر حرفه‌ایه. ما یه ساز داریم توی بلوچستان شبیه اینه. واقعا عجیبه که چطور از 2 تار شما اینقدر صدا در میارید. واقعا هنره. مازه خود 2 تار شما هنره. اینقدر این هنر مرد تاجیکه بچه. صدا در میارید. شدیم و در قدیم به اینجا میگفتن به 2 قسمت تقسیم میکردن. یک حولی مردانه و برای مردان بوده که به این گونه حولی به اینجا میگن و این یک حولی هم برای زنها بوده که اون سمت ما میگفتیم اندرونی بوده است و اندرونی به این برم که باز قسمتی که مثلا حیاتی که پشت بوده مخصوص زنها که زنها مثلا حجاب نداشتن هم میتونستن بیان دیگه. مثلا قدیما که روی حجاب و این چیزا خیلی مردم محکم بودن و متعصب بودن توی حجاب تا اتاق و یا اندرونی داشتن. به 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 به، لایک داری لایک. خب به اجاقش بوده و تاقچه های قشنگ. واو، اونجا جای رخت خواب بی نظیر. نامش چی؟ آبتین. اینم پسر ما آبتین. چه خانمه کرسی خوبه زیرش گرمه. آره آره کیف داره. خب اینجا خیلی حتی درست. در کرسی واقعی. خانش وای دوران چه سقف حولی خوشگلی. عدوکس میبارد بود. بله حولی بیرون و حولی درون. بله حولی بیرون مهمانخانه برای مردها، بله حولی درون مهمانخانه برای زنها. بله. شب شد تا ما بیاییم بازدید کنیم و این چراغ‌ها روشن شدن که این فضا رو زیبا کردن. چه اینجا خوشگله. هر شب تا ساعت 7 شب Very ظاهراً nice. تموم شد بچه ها. من که خیلی خوشم اومد بچه ها. موضوعات خوشگل مشکل توی کامنت ها بهمون بگید و معرفی کنید که بهشون ریاکشن بریم در مورد افغانستان، تاجیکستان، کلا فارسی زبونا. شاکر بچه ها. لایک و کامنت و ساب یادتون نره. تا دیداری دیگر یه برنامه هم راستی این بالا میاد ببینید، مطمئنم که خوشتون میاد. تا دیداری دیگر بدرود.